از شعر حجویه در باره امی زنگیرا امیر خیمه خانم خاطر و حکیم علی در بالای نخ ماندم یک باره کرخ ماندم به همه دیشی شیناسیه ایدم به این نخ ماندم اوتان گفتم میتونم دختری همسایه را خودم گفتم میارم ای مسکوه زایه را به همه دیزایه شیدم امرک مکردم پاره زار شیدم به نخونی دختری همسایه از علامای همسایه روی جوان گشتم راضی باشد گپ زنم کم تر سرگذشتم با دل گفتم یا پیرم حتما باید زن گیرم هر ملکی که پیش آید باید که رفتن گیرم خصلت های دخترها را باید آموختن گیرم اصلا سوزن کرده حتما که گفتن گیرم پس غیرهای زنگیر قصه ها گفتن گیرم زن بگه افریقا دارم مزه و افریقا قد بلند و باریکن لیکن کم کن تاریکن گریان کردم فانوس گذشتم و قیانوس رفتم جنگل به جنگل رسیدم در پرتغال او جانشانی غم نیست بلکه یگام آدم نیست خدمت کردم رج کپور رفتم سنی سینگاپور یک بزیبت شدیدم راست سیگاپ فاریدم آتش گفتم میدانی سغره یوانی و اینجا سینگاپور تا یوان را داره اگر سامالیا داری یا که ویرتالیا داری مرامت با دل پر ببرش سینگاپور بسیار قزق زنگیرم ناشرگاهی تقدیرم میبرم تا بغور دازای سینگاپور دلو یارو شتم گریستم سوختک دلی یا جوگی گفتک بیا منگی این جوگی آفیل حال از این گپ شده خوشحال گفتک جوگی ای بشه خشی جوگی درویشه گفتک از اولاد ما زن بگی خوشبخت میشه گفتم که زود ای جوگی دست الفیتون بگی میدونی درویشه را جوگی ها نمیفاره بعد از این جوگی ها خستم رفت تا کیان نمیگن و جنگی ها بچه به ای جبی ها میگن که به سوادین حسین هم نگاه دین یگان دختر میخواین واسکای بربادین کوچه هم پیش پاموندن گفتن اکنون سواباد نیم بعد خطیب بابای ستار رفتیم بر اولانباتار دخترها شدن قطار در آمدن به گفتار گفتم که ما درویش و اولاد چنگیز خان ما را حواریم خود برین در هوا سیاهونیم گفتم که نه در رفتم سنی کنده از یک تیریزه دیدم شیر بدن در ونه گل دخترک در ونه دراز کرده گردنه میگه کوالیرم به قورکات میکنه زن بگه دیلی خود خمیر میخیلی بکار میری لیلی ای کار میای میخیلی زن بگه باکو پگش میگی زنم کو دل میکنی ای رو دل میتی بر تماکو قیمته را تیلا باشه ای همه بالا باشه میفروشم تایلاق مونه دختره قشلاق مونه یک تجه توی میکنم خانه و در میکنم هم گو خر میکنم بعد همه شما را بر توی خبر میکنم سلامت باشین